السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمو شهری پنچاکент منظورتان است. در استودیو با شما به این ساعت ملایمه و کارگردان اسماعیل جان خلف میباشیم. اینک در برنامه ما تماشا کنید. سانه فرخنده دین مبین اسلام عید قربان در شهرمان با روحیه ادانه تجلیل کرده شد. با ادامه موضوع توجه نمایید. کلانترین مسجد شهر مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشارها روز عید سعید قربان سرادان بود. نمازگزاران با شکرگزاری از تاجیکستان صاحب استقلال و جانبداری از سیاسی سازنده پرزیدنت کشور محترم امام رحمان در مسجد جمع آمدند. نخست امر معروف را از طرف سرخطیب مسجد محمد امین غفارزاده علاقمند با فضیلت‌های نیک عید قربان شنیدند. بعدا نمازگزاران را معاون یکم رئیس ولایت سوخ خال حیدر و رئیس شهر پنجاکент عبدالخالق خالقزاده با عید قربان شادباش گفتند. سپس نماز عید سعید قربان آغاز یافت. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فارغ از نماز مصاحبه انجام دادیم با یک نفر از نمازگزاران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. امروز الحمدلله که عید مبارک قربان را نماز را بخواندیم و الحمدلله امروز دعاها که در حق تمام خلق جمهوری پروردگار مهربان این عید را برای تمام خاصتا برای همدیارانمان تبریک و مبارکباد کرده، برای آنها از درگاه الهی اولش تندرستی تنصیحتی طلب کرده از خدای منان. همین را طلب داریم که الله مهر خلق ما را همیشه خدا تندرست و تنصیحت در محافظت خود نگه دارد. البته هر خواهر هر برادرهایی که در دلهایشان هر مراد و مقصود که دارند الله مهربان به شرافت این روزهای مبارک خداوند برآورده خیر گرداند. پروردگار باز هم بار دیگر این عید را برای تمام همدیارانمان تبریک و مبارکباد کرده. از درگاه خدای مهربان تمام خوشی‌های حیات را تمنا داریم. باز عید همه شما همدیاران مبارک باشد، مبارک باشد، مبارک باشد. الله همه شما را به تمام مقصد و مرادهایتان رساند. آمین یا رب العالمین. بعد انجام نماز با اقدام شخصان سخاوت پیشه و همت بلند در حدود شهر دیهات جدید دستگیری عائله‌های نیازمند اقدام‌های نیک انجام داده شدند.
وابسته به جنبسته رشد اجتماعی اقتصادی شهر پنجاکент در نیم سال اول سال 2021 نشست مطبوعاتی رئیس شهر پنجاکент عبدالخالق خالقزاده با نمایندگان وسایط اخبار عامه برگزار گردید. در تالار خلدی کوخی فرهنگی شهر پنجاکент سنه 19 ایولی سال روان نشست مطبوعاتی رئیس شهر پنجاکент عبدالخالق خالقزاده با اشتراک معاونان رئیس شهر پنجاکент راهبران واحدهای ساختاری شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکент و دیگر مسئولین برگزار شد. در آغاز نشست مطبوعاتی رئیس شهر پنجاکент عبدالخالق خالقزاده درباره نتیجه‌های جنبست رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجاکент در نیم ساله اولی سال 2021 معلومات مفصل داد و همزمان تاکید نمود که برای خبرنگاران در این باره مواد اطلاعاتی دسترس شده است. در آغاز نشست مطبوعاتی خبرنگاران نخست درباره اجرای یک قطار سوال و درخواست‌ها و پیشنهادات خویش که در نشست مطبوعاتی رئیس شهر هنوز اوید به جنبست سال 2020 پیشنهاد شده بود پرسان گردیدند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع داد که نسبت آن سوال و درخواست‌هایی که خبرنگاران به ما مطرح کرده بودند ما از روی امکانیت‌های موجوده تدبیرهای مشخص را عملی نمودیم. در این روند به مسئله بهتر نمودن تامین آب نوشابه در شهر پنجاکент تطبیق لایحه آن بنیاد راه آهن سمرقند پنجاکент و دیگر انشاءات مهم رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع داد که این مسئله ها در دایره همکاری های بین جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان با مرام ادامه دارند و البته در مهلت های پیش بینی شده کارهای اساسی آغاز می‌یابند. خبرنگاران به رئیس شهر پنجاکent درباره بنیاد تاکزارهای نو تشکیل کارخانه‌های مشترک با جمهوری ازبکستان استفاده عاقلانه آب و زمین از جمله ادامه دادن بنیاد کانال خلیفه حسن برای ساکنان یک قسم دهه‌های جماعت‌های دهاتی خلیفه حسن چنار و سرز نیز پرسان گردیده از رئیس شهر و دیگر مسئولین جواب‌های مشخص گرفتند. در نشست مطبوعاتی خبرنگاران پیرامون سری وقت مورد استفاده قرار دادن بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 47 شهر پنجاکent بررسی عرض و مراجعت شهروندان در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجاکent دیگر تشکیلات و اداره ها پرسان گردیده از رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده در این باره جواب‌های مشخص گرفتند. در نشست مطبوعاتی خبرنگاران درباره اصلاح نشدن کمبودی‌ها در بازار مرکزی، نرسیدن کادرها در یک قطار ساحه‌های خواجگی خلق، محدود شدن فعالیت صاحب کاری، فعالیت ناکفایه یک قطار کارخانه‌های صنعتی با استثنای کارخانه مشترکی زرافشان و دیگر مسائل شهرداری سوال‌ها داده جواب‌های مشخص گرفتند. در نشست مطبوعاتی از طرف خبرنگاران به رئیس شهر درباره باز هم فعال نمودن سامانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجاکent تشکیل نشست‌های مطبوعاتی در دیگر ساحه‌های خواجگی خلق، تقسیم زمین‌های نزد حولگی برای عائله‌های کم‌بضاعت و نیازمند، پیشگیری مرگ مادر و کودک، گذاشتن کرسی‌ها در کوچه‌های مرکزی، نصب قطی‌های پرتویی و دیگر مسائل‌های به شهر و شهرداری علاقمند سوال‌های خویش را پیشنهاد کرده از طرف رئیس شهر و دیگر مسئولین وابسته به سوال‌های مطرح گردیده جواب‌های مشخص داده شد. در نشست مطبوعاتی پیرامون چراندن چاروا در خیابان و کوچه‌های مرکزی شهر پنجاکent با طلبات امروزه مطابق نمودن فعالیت باغ‌های استراحتی و فراغتی و
سبب با دسته زرافشان گذاشتن نام دسته سراس و همزمان پیشگیری از بیماری های سرایتی، راه ندادن با سودای غیری رسمی در کوچه های مرکزی و ترتیب درآوردن حرکت نقلیات در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 شهر پنجاکن در مجموع کوچه به نام شمس‌الدین شاهین و دیگر مسئله هایی که امروز جامعه را با اضطراب آورده است، سوال و درخواست های خویش را پیشنهاد نموده از رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و دیگر مسئولین جوابهای مشخص گرفتند. رئیس شهر وابسته به پیشگیری از بیماری های سرایتی مخصوصاً وسط کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بلند برداشتن معرفت طبی شهروندان سپارش داد که باید از طرف رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر پنجاکن با اشتراک خبرنگاران نشست مطبوعاتی علاقیده برگزار کرده شود. در خاتمه نشست مطبوعاتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده بار دیگر اظهار داشت که برای ما کارمندان واسطه‌های اخبار عامه یک نیروی سازنده و همزمان شریک با اعتماد به شمار می روند. ما امید برام میکنیم که در همکاری و همبستگی با خبرنگاران برای رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجاکن انعکاس بهترین دستاوردها و آمادگی به تجلیل با شکوه جشن فرخنده سیمین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با موفقیت‌های کلان نائل خواهیم شد. گزارش عباس همراه‌ساده، اسماعیل خالف، شاهحسین صالحов، خیام جورایف از تالار خردی کاخ فرهنگی شهر پنجاکن. برنامه رو ادامه میدهیم. سانحه 19 ایولی سال روان در بعضی دهه‌های جمعیت دهاتی ایوری بعد بریدن باران پرشدت سیل آمده به خواجگی خلق این منطقه و زمین‌های نزد حمله مردم خسارات وارد ساخت. متاسفانه آفت طبیعی به هلاکت چند نفر نیز سبب شد. با مقصد شناسایی با عاقبت‌های آفت طبیعی سیل که سنه 19 ایول در بعضی از دهه‌های جماعت دهاتی یاری به عمل آمده بود به این منطقه سفر داشتیم. به دهه روزابناک هنگامی آمدیم که گروه کارمندان مسئول تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با وضع شناس شده تدبیرهای هرچه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌ها را با جلب مسئولان ساختارهای گوناگون می‌اندیشیدند. خالقزاده عبدالخالق هنگام صحبت با مردم قبل از همه با عائله‌های تلفات جانی دیده اظهار همدردی نموده تاکید داشت که رهبریت در همه سطح هم حکومت جمهوری، هم حکومت ولایت و هم مقامات اجرایی حاکم دولت شهر وضع را زیر نظارت قرار دادند و تمام تدبیرها را می‌اندیشند تا که عاقبت‌های آفت طبیعی هر چه زودتر برطرف کرده شوند. نظر به اطلاع رسیده سیل نسبتاً بیشتر به دهه کشتودک ضرر رسانده بود. هنگام صحبت با مردم این دهه عبدالخالق خالقزاده سراول آنها را تسلی داد و گفت که آفت طبیعی ناخواست به وقوع می آید و آن را تخمین و خساراتش را پیشگویی نمودن از امکان بیرون است. مردم از آنکه رهبریت مقامات اجرایی حاکم دولت شهر نسبت این آفت طبیعی بی‌طرف نیست و سر وقت به کمک مردم شتافته است اظهار منتداری می نمودند. باید تذکر داد که رهبریت مقامات اجرایی حاکم دولت ولایت سوخت نیست نسبت آفت طبیعی بی‌طرف نبود و سفری کاری معاون یکم رئیس ولایت سوخت خال حیدر به این منطقه علاقه در روز دومین حادثه به این گفتار میتواند دلیل باشد. خال حیدر از توجه رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده نسبت مردم ضرر دیده اندیشه بیان نموده گفت که تمام تدبیرها اندیشیده میشوند تا که عاقبت‌های سیل هر چه زودتر برطرف کرده شود. ساکنان اینجا هم اظهار سپاس نمودند به راهبرانی که تقدیر خلق آنها را بی‌طرف نگذاشته است. به دهه میندانه آمده هنگام صحبت با مردم دریافتیم که سیل اینجا هم ضرر رسانیده است. من رئیس کمیته دهه میندانه یوسف سفر روز 19 ایول سال روان تقریباً ساعت‌های 4 در
حدود جماعت دیهات یاری در دهه مندانه باران شدیدناک باریده بسیار خطهای آب نوشاکی آب پالیده را ویران کرد که در نتیجه دیه و دشت و زمین های پالیده به آب ماندند. حالا در مسافه 500 متر خط آب نوشاکی قبورهایش کار ناشده شده است و قریب 70-80 متر جوی دیه و کمتر جوی دشت از حالتی کارایی برآمده است. برای همین من خواهش می‌نمایم که برای همین سوزشواری یا توربه‌های خط‌های قبورهای آبگذر با مردم ما یاری رسانید. پیشکی من به همه آنهایی که ما را دستگیری میکنند من منتداری بیان میکنم. در روز آفتی طبیعی و بعد از آن با چند نفر ساکنان از دهه ویشیست تلفنی صحبت داشتیم و حالا یکی از آنها را پیشکشی شما مینماییم. من ساکن دهه ویشیست حاضر هستم. واقعا ساعت‌های 4 مسجد دهه ویشیست ترانسفورماتور گیریم لای خطورتا سیویل نیست خطاب نشکی 7 کیلومتر تیمچوبویتان ترانسفورماتور کپلوکتان 1 2 3 4 5 7 خوجگی به ضرر رسون زمین های نزد حولیگیش اوغلاش ماشیناش جنازه خونه یک بسره رئیس شهر دین سحر آمدن بیگاه آمدن تو کرد آمدن بعد تشکیل کردن از هلیستانسیه و MTS و رئیس برق و همه گرفته آورن بعد بیگاه بود آمده با خبر گیته رفتن نظارت کرد رفتن تردید با مخلفت تشکیل کردن برای توضیح کردن رهای توضیح کرده آمدن گردیر زدن مردم دل برداشت دادن البته یاردن میکنیم دستگیری میکنیم تنها نمیمانیم گفتن وعده هایی که رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده گفتن همون چیز اجراش ایستاده منت دارمایان رحمت. آفتی طبیعی البته امر تقدیر است و چنین حالتها مردم را به هم میآورد. آنها متحد میشوند و خوشایند آن چیز بود که در روزهای سیل دهشتناک در بعضی دیههای جماعت یاری آمده نیز مردم اطراف مقامات‌های راهبری از جمله مقامات اجرایی حاکم دولت شهر پنجاکент سرجم آمدند و این همه دلیل بوده است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیاد گوهرند چوزی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یزداق المولانوف شوسن سالیف از دیه‌های از آفت طبیعی ضرر دیده جماعت دیهاتی یاری. راهبری جمعیتی دارای مسئولیتش محدوده سیاحی هفت‌کل پیوسته تدبیرها می‌اندیشد تا که خدمت رسانی به سیاحان بازگو به طلب روز باشد. به مصاحبه ما توجه نمایید. من دیرکتور شرکت سیاحی سیاحت هفت‌کل شورماپور سنگینو با دقت شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌رسانم که شرکت ما اجازت عبور شهروندان تاجیکستان را به ازبکستان و شهروندان ازبکستان را به تاجیکستان همچون سیاح به دست آورد. من این اجازتنامه برای عبور سرحد از گذرگاه سرحدی سرازم جرتپه و فاتح آباد آیبک نفرانی که میخواهند به جمهوری ازبکستان سفر نمایند باید با خود حتما معلوماتنامه درباره گذشتن از واکسیناسیون یا اینکه نداشتن ویروسی کووید 19 باید با خود داشته باشند و برای باز هم صحیح‌تر گرفتن معلومات با شرکت سیاحی ما با رقم‌های تلفن 93 507 69 00 90 432 69 00 مراجعت نمایند. ما در خدمت شما. گزارش دیگری ما نیز علاقه‌مند است به آفت طبیعی که در بعضی دهه‌های جماعت دیهاتی یاری سال 19 ایولی سال روان رخ داده بود. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما.
بر اثر بارانگاری‌های شدید روز 19 ایول در حدود جماعت دهاتی یوری شهر پنجاکند تقریبا ساعت‌های 17 و 18 سیل آمده باعث ضرری اقتصادی و تلفات‌های جانی گردید. در نتیجه در دهه گشوده که جماعت دهاتی یوری 12 تن جان خود را از دست دادند گفته شده است در سامانه سپوتنیک تاجیکستان. اینچنین اطلاع داده شده است که از روی معلومات مطرب شونازاروف افسر کلونی کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر پنجاکند در میان فوتیدگان 4 نفر کودک نیز بودند که جسد 10 نفر سنه 20 ایول با اشتراک معاون اول رئیس ولایت سوخت خال حیدر، رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده و سردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت به خاک سپرده شده است و جستجوی 2 تن دیگر ادامه دارد. باید قید نمود که در نتیجه آمدن سیل راه‌های نقلیاتی خراب گردیده باعث تنبشوی ماشین‌ها گردید که این از جانب کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده سریع وقت برطرف گردانیده شد. نفران فوتیده اصلا در چراگاه‌ها به چراندن چاروا مشغول بوده و جسد ایشان را با چرخبال به دهه آورده و به خاک سپاریدند. اینچنین از روی اطلاع سپوتنیک تاجیکستان در نتیجه آفت طبیعی و آب لایقه قسماً 15 بینای استقامتی قطعه‌های نزدیک‌حلقه 3 کیلومتر راهی بین دهه‌ها ضرر دیده باعث تلفات 35 سر چاروای کلونی شاخدار و مالی میده گردیده است. بینندگان گرامی با یک اعلام توجه نمایید. سنه 14 ایول سال 2021 تخمیناً ساعت‌های 11 شهروند ادهم و سیمونه قهرمانانه سال تولدش 30 ایول سال 1995 استقامت کننده شهر پنجاکند جماعت دهاتی خلیفه حسن دهه شورچه از خانه استقامتیش برآمده به سمت نامعلوم به نام نشان غیب شده است. از همه آنهایی که سیمونه ادهم را دیده‌اند یا درباره‌اش معلومات دارند احترامانه خواهش می‌نمایم که با تلفن‌های 02 102 93 811 98 98 یا 92 943 15 15 خبر دهند. باری دیگر رقم‌های تلفن را تکرار می‌کنم: 02 102 93 811 98 98 یا 92 943 15 15. بینندگان گرامی در اینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادگی را خواهان بخیر.